شب هالووین. همونجوری که همتون دربارش شنیدید و خوندید و دیدید و کارتون و انیمیشن و فیلم و همه اینا درباره هالووین زیاد ساختن، اما میخوایم درباره امشب همین که بهتون تبریک بگم شب هالووینتون رو، هر کی گرفته حالا هر کی نگرفته آشنا بشه با این شب. درست کنم ببینم. خب قرار به این شب قشنگ، زیبا، خاطر انگیز و دلخور آور بیشتر آشنا بشیم و صحبت کنیم. اول اینکه من دومین سالی که هم هالووین میگیرم و به شیوه خودم هم دارم میگیرم، یعنی به شیوه های کسی اصلا کاری ندارم. بذارید اولش اینجوری شروع کنیم که درباره هالووین توضیح بدیم. اصلا هالووین چیه؟ فلسفه‌اش چیه؟ از کجا اومده؟ و چجوری میشه هالووین رو به سبک ایرانی گرفت؟ یعنی شب همه ترسان. خب بذارید اینجوری شروع کنیم که به نام خدا. اول از همه تاریخ هالووین میگیم که چی بوده، چی نبوده، از کجا اومده، افسانه هایی که راجبش ساخته شده چی هست. نکن این رو هم ساختگیه. خب قبل از میلاد مسیح یه چیزی بودن به نام پاگانیسم، آیین پاگان، یه جور آیین و مذهب و از این جور چیزا واسه بود. خدایان مختلف رو میپرستیدن، قربانی میکردن، حیوانات رو، بعضا حالا کودکا رو قربانی میکردن. آیین شومی هم بود. اینا اعتقاد داشتن تا مثل روح مردگار بشن و تو اون شب، همین شب همه قدیسان، بعد دین مسیحیت اسم شب همه قدیسان گذاشت و آیین هالووین پاگان رو با آیین هالووین مسیحی تغییر گفتن که تو این شب خاص فضای بین مردگان و زندگان، فضای بین دنیاهاشون کوتاه‌ترین و نازک‌ترین حالت ممکن میرسه. انقدر نازک که میتونن بیان تو دنیا ما رفت آمد کنن، حتی شاید به ما صدمه بزنن، برای همین ماسکار میزنن تا از خودشون محافظت کنن. نوعی خرافه پرستی بود. ولی بعدها وقتی میلاد مسیح شد و حضرت مسیح اومد و بعدش همه این چیز تموم شد، این حرفا، مسیحیت اومد اینو به نفع خودش استفاده کنه. اینو تبدیل کرد به یه آیین مسیحی، آیینی که علاوه بر جشن‌های ترسناک و مثلا بال ماسکه و اینجور چیزا بود، با مهرورزی، محبت، ایمان مسیحی و اینا هم در ارتباط بود. یه جور درستش کرد، با قواعد مذهبی و سنتی خودش رو وقف داد. افسانه هایی هم گفته شده تو این مورد، مثلا درباره همین کدویی که میبینید پشت سر من، بهش میگن جک فانوسی. حالا جک فانوسی چی بود؟ اصلا قضیهش چی بوده؟ افسانه ای ساختن، حالا به اینجا رسوندن شده، داستانا، قصه های شبای ترسناک هالووین برای بچه‌ها، حتی بزرگسالا، هیچ ایرادی نداره، جشن تفریحه. که میگفتن جک یه شخصی بود که انقدر هیله‌گر بود هیچ کس نمیتونست اینو گول بزنه. یه روز شیطان میاد پیشش، میاد مثلا اون اینو گول بزنه، اصلا با هم صحبت کنه، حرفا. حتی گول شیطان هم نمیخوره، که به شیطان هم گول میزنه. به شیطان میگه تبدیل به سکه شو، تبدیل شیطان گول میزنه که تبدیل به سکه بشه و صلیب میذاره روش که دیگه نتونه به حالت قبل شیطان باجگیری میکنه. میگه نذار من وارد جهنم بشم، اگر مردم در این صورت میذارم آزاد بشی. شیطان هم قبول میکنه. خب بعدها از این معامله میگذره، همین جناب جک فانوسی، جک میمیره و تو اون دنیا شیطان به جهنم راهش نمیره. خب به بهشتم راه پیدا نمیکنه. خب آدم هیله‌گری بوده، آدم کثیفی بوده، سر همه کلاه گذاشته، هزار تا کثافت کاری کرده، قاعدتا نباید به بهشتم بره. برای بین بهشت و جهنم گیر میکنه. این آقای جک یه کدوی این شکلی میسازه، حالا ما این شکلیش ساخته، حالا اون حالا چه شکلی ساخته نمیدونه، البته داستانه دیگه، مهم نیست. روشنش میکنه و این نمادشه، سمبلشه. این شد که افسانه جک فانوسی معروف شد و تو همه هالووین این آقا رو به نام جک فانوسی نشون میده، یا بیرون از خونش یه دونه از اینا میذاره، سمبولی از هالووین. داستان قشنگی. خلاصه کلام اینو میخواستم بهتون بگم که آیا ما هم میتونیم این رسم خاص و زیبا و قشنگ و به عنوان شب همه ترسان در فرهنگ ایرانی خودمون یا اسلامی خودمون داشته باشیم یا نه؟ با توجه به اینکه تاریخش رو خوندم، مطالعه کردم، هالووین چیه، ریشه کناش از کجا میاد، شب همه قدیسانی که مسیحا خواستن مثلا بگن براش ساختن چی بود و همه اینا، با توجه به همه این مطالعاتی که کردم، دیدم، شنیدم از منابع مختلف، به این نتیجه رسیدم که بله، میشه که ما همین فرهنگ رو تا حدودی تغییرش بدیم و بتونیم با فرهنگ خودمون مطابقتش بدیم. حالا ممکنه یه سری بگن مثلا نه نمیشه، این حرفا مخالفت کنه، ولی مهم نیست.
الان چیزی که اکثر خیلی از مردم ایران هم الان دوست دارن همین جشن رو داشته باشن تو کشور خودشون. پس بهتر مخالفتی نباشه و بذاریم حداقل درست انجام بشه، مخفیانه این جشن رو نگیرن که یه چیز قانونی داشته باشه یا همینجوری. میتونیم از کدو استفاده کنیم، روح استفاده کنیم، یا فرهنگ خودمون چیزای مختلفشو توش به کار ببریم. مثلا چهارشنبه سوزی ترقه است دیگه، چهارشنبه سوزی می‌بینیم ترقه اینجا هم استفاده می‌کنیم. حالا نه اونقدری که مثلا مشکل ساز بشه مثل چهارشنبه سوزی، ولی خب خوبه دیگه کنار میایم. شب همه ترسانتان مبارک باد یا علی.